السلام على رسول الله. السلام علیکم دوستان عزیز، چخیر شما؟ خوبا که اینجا که کوراکتون خوبم با جور نازه چی حال داره؟ خواه نداره امرمون برای چی تو باشه؟ چی میگو تو باشه؟ تو خوش. سلام علیکم خواه نداره مردم امرمون برای خوب است هم از تنجی نازه اهل بیت سلام. علیکم السلام و رحمت الله دوستان مهربان، چی حال داره؟ علیکم السلام، علیکم السلام. کوراکه هم نه خوب نیستیم، کار داریم، کار برادرها. تاکسی کار داریم، همه کاراییم، همه کاره. السلام علیکم. سیدی все нормально, сидите, я на эфир просто. Да, извиняюсь. Да, вперед. Бисмилlah. علیکم السلام و رحمت الله. خواستی برادر، همه تینجا اهل بای همه سودان بابای لنگری همه کاره خوبی تینج. بسم الله الرحمن الرحیم. شگفت خبر حجر حجور، حجر حجور خوبی برادران، نه همه تینجی برادران. 4 تا ماشین آوردم که کمری دو، تویوتا کمری دو، دو تا خونده سالیاریس 2015، یک تاش بود شکلات بمب چایده، انا یک تا اوپل سیدان خشیبکش، اوپل استرا خشیبک شای автомат плюс یک تا دیگه فولکسواگن کدیای مدیای برای بارکشی. پگه همش انشالله افیر میکنم. همین خیلی بابا لنگری در اوتا همی چی میبروی اوتاری مدیاتری. لا کمونه حجر حجورش کنه بسم الله. خوب است اما تنجه برادر خاندیمون. پگه انشالله افیر میکنم اگر هوا سوز باشه. امروز کدا نبودم روزش هوا بزد با خطی بابا لنگری رفتیم یا ماشین دیگر را گرفتیم الحمدلله اومدیم فولکسواگن هوندای سالیاریس. پگه انشالله با دروش یگون سومک میمونیم کار میکنیم، حجر حجورش میکنیم. خب سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پروردگار سربلند باشه برادرها. شما فکر کنید که یک ماشین آوردن، داکومنت ساز کردن، اوچات سینمات کردن، اوچات فروختن خیلی ریسکه. و هم خاطر الحمدلله حرکت می‌کنیم، لقمه حلال کار کنیم، نه اینکه صورت یگان بلاگر بمونیم و بعد سوء استفاده کریس بزنیم، مقام لقم مونیم، صورت مرغ بیتوق بمونیم، شتا بی مردم بدورایان اینترست شود تماشا کنیم. بعد ای دیگه شرکت ها реклама بخریم، فرزندان ما نوم بتیم. اینجورا это не по-мужски. فهمیده؟ متاسفانه مرغش بسیاره. کار بارم با امروز ساز شد، گفتی بابا لنگری الحمدلله
4 تا ماشین خودمونه. بسم الله میدونیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم ماشین خودمونن. توش تو ای برادر رکلام میکنیم وای سبسیم دروگوی توش تو آینه خودمونه میگیریم دابلوش میمونیم تا سبسیم دروگوی با پگه اگر 4 طرف روشیم با 200 300 هزار هست با کار بار خوب. با خدا قسم اج با پیش لنگره یک نیم ساعت راه بود امروز رفتیم لنگره آوردیم شوخی نبود. با یا جوجه ماشین دیگه بود گفتم ابی تو دیدیمش رفتیم پدنالات فان کرد گرفت تا 4 نیم مثال میگیم یک ساعت راه با پیش رفتیم خیلی ممنون توش همیشه و هم خطیر همه این مینوسا را دیدن در کار جهات را دیدن در کار جدی دیدن در کار اونو بچم اجر اجور اشتام کنه بگو چی اتا کرت 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 بشی بشی من نمیخی گفت خب انشالله در حق همه دعا گوستیم شما نیز در حرام خوری رقم یک کلیه کو برادرها متاسفانه نمیفهمی بعد تاکسی زد استی نه برادرام دیگه کار قطعی اومده بودیم باباجان سومی مسجد 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 یک گنرال کدام هستی سومی مسجد متاسفانه در دیگر جاهای و در یک جایی که اولی وای کمک جمعش منیم خفه نشه بعد یک جایگهش روی میکنیم بیا خفه نکنیم که گپای خوب میدونم ای بچه جون اینجا اینجا بیست بچه اینجا تیکی 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 خیلی برو بود دولت من افیر را در چی میکنم در تلگرام پارتام همجا بود روی در تلگرام پارتافتم افیر برادرها همجا بود روی انشالله صحبت میکنیم خب باباش همجا بود رو به درگاه الهی خانه دارم اللهم صل تلگرام بابا جان 88 بزنی 1100 پاتیش چی دارم هم جاب داره سیلکای پیرا پارتم بدره چک چک کنیم بچه جونی بچه جون بچه جونی بچه جون دو 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 تا خدا آدم میره هیچ کس دیگه باور نمیکنه گرینی آخی اگر تا انسان باشی یکمش اکاونت ختم میشه بعد خیلی بیا گپ عزت نظر پناه به خدا متاسفانه با اون خاطر باور نمینن و شو الحمدلله در 2 ساعت 102,000 برادر جمع کنی پناه به خدا جوابی احمقان سکوت. سلام علیکم دوستان عزیز خوب هستید اینجی کلا نکش کلا نکش اما بزرگوار گفتیم با کدام حالت ها شما بوی دادگی مغلوب شدگی گفتیم حالتی که با ابلهان بحث کردم سیلکش دی دی والا با
سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله برادر. خیلی طیب بود جون 88 سوستین سلامتی خوبه. شکر کردم الحمدلله برادر. خوب است تینجه کراکو خوبه. الحمدلله شما خوبه تینجت بخشش شکرت. خیر است اینجا برادر. اکرام پشونده استادان بخشش تاریک هیاخی. خیر است که گاب زن بازم سر پرابلم نیست. چی باشه در شب گفتی هوا دیدگی که ما را دور کرده چو کنستی این یک خدا چیز بخیر دیگه. دیگه تا بخیر الحمدلله. همه تینجه برادر جون. همه خوب است. خدا سر زود بلند. می باشه ده. برو خوب. برو خوبه. الحمدلله الحمدلله. جو سر بلند باشی. اگر افیری کلان میشه انشالله جوری همجا چخ میکنیم میبینیم ماشینا رو الحمدلله رکلام میکنیم. نصیب شما ما تلگرام تا دیده استم همشو تغطیه دیده استم همشو تماشا داره بریم. اما نمره درسی تا بابا جان که بخشش چه بریم یا دیگه به کس کده نمره سیگه بیادو داروش بود دارو چیکار کنه کجا؟ گرده دارو پارو به کس کده نیم مقصد همو دا همون کدام 93 زنگ زنه انشالله کجا دادارم همش جواب میتیه با جو سبگی روی میکنه. اما یا تمه مونیان دا همو رکلام یا بله 937 733 93 93. شیست تا عمل باشه اگر خیلی شد من خدا خیر سوز باشه ناز باشه من خیر برو من چیگه باشه دوستان من باشه پرامو تلگرام دارم مادم خب سلامت باشه کجا. تمام. معلومه خوب برادر جان. دولت شاه خالی خوب بهترین سوال دادی. رنگ این برادر بیاد در چی کن میزنه من. رنگ همین برادر بدرو این سوال چرا کارو گاو زنه. چی میگوی؟ بابا جان ما را برو را که من نتونستم خوب برادر جان خوب برادر. چی میگوی؟ یو. و علیکم سلام و رحمت الله. اکه مرا یک افیر کو من لیدر و برادرم جا گاو زن اخی کدمیت کلین کرسه. خب نه قرار بیست میزنم داشتم. آهای سلام علیکم اکا. ایروپورت سوز شیده باشم. رفتم به پرابلم امروز اول آمدن کم کم چیه پرسپورت سخته. از بابای لنگری در چیه در اون کارخونه از میرم بکشم. خونو. ای شما برادرو همی ادیبک در خونه شون در زندگیشون پدر و مادر صفتی ولی بعضی دم برادر ادیبک میگه از برای خدا خیلی سخت گذاشت. خیلی سخت گذاشت. مسئله همو شخصایی که جوانایی نمیفهمیدن تاکش تو هر یک خدمت هر یک آدم قدر کردن در کار. بعضیش با جانش ریسک میکنه. همون خود در حجامه شما یگان ملا هست. در ملا هست ملا برای خواندن هست. چیکر. نه خب اکثر در روی یوتیوب برمدیم حرکت میکنیم که فرزندام و دادرام و اهل بیت مونه یوتیوب ایمو سمی دورتر نگه بداریم ده. بلیت نمیدونم برادر عزیز همونجا رکلام میکنیم اون بچه ها را زنگ زنی شونه.
های سیم شریف ویدیو برو وارده چی برو وارده روز قیامت خودش جواب میتیم. چالا باکا علیکم اکای بابا جان سازی خوبی؟ شکر علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوب تین شما سوزه. خدا باشکر شما سازی خوبی؟ دایی یه چاو کام تو ندادیم اکا. نه نه گاو زن اکا جون با حضرت همجا درمادن که شما قط چک چک نیم. خیلی خداوند صرف شما باری بودم رو زیاد کنه اکا جان. آمین برادر جان خداوند هم ما رو باید راست هدایت کنه. بابوی لنگری چقدر بابوی لنگری سازای؟ آه سوزه بابا لنگای دم جای کور آواز میرم با پیشم خونه آمدم با میرم آزی. خداوند بارم در حزبش نگاه داره. آمین. کارو خوب در جا کار کسی اکا جون. ما در فریاز نیم در مترو شوک و فریاز نیم در روین کار فریاز بار نیم. چی خیلی کار هست. الحمدلله ما هم یا سخی موهیه یا نچلنیکی کیای صبر یا صبر ماره که وین یکو صبر خونی هوای دا چیم دستاف مثال چی میکنیم کار میکنیم خونی وادی کارو وازم نیسته وقتا بچه ما دم سنی کلوگا بود اگه دم ماهی کار میکردم خنک بود جوشو خنک یعنی نیسته. کاری ما الحمدلله سبوک وازبین نیست. آن صبر لام بشه برادر جون عزیز پروردگار صبر چه. علی آن اکای بوجون یا چی پرسم تو نه بابا جون همین ایدی بیگ کو ایدی بیگ میگن ایدیگل میگن شما نمیدونم نگو برادر دیفین هرچی وای نومش ایدی بیکد خوب. نمیدونم خیر چی میگن شما کو چی نمیدونم هوای نسبت به شما چی داره که وای قدر شما پراموی افیرم چی میکنه میپرتیتون با اکای لنگر بوبوی لنگری هم چیکار اگر روز 11 اپریل چندم شما خطا کرده سوده شما کدوم دیگه را گفته سوده. اکای ایدی بیگ که یا ریش داره کدش درو اکای ایدی بیک با من لنگری یگون شما نداره برادر جون یا نفهمی بدرانش پیش به یک نه سه این چهار همی ماه بعد 11 هم بگیرش. اپریل این همی 11 اپریل فصل دی کانالش برای کارتای برای چه گفتگی بوبوی لنگری نه و نمیدونم روز شما تماشا نکردم که یگان چی خصوصیت نداره نسبتی ما وای دیگر کسو کار سر کار داره. اونم خیر خوب دیگر کارو فکر راستش نمیدونم برادر جان ما با هیچ کس خصوصیت نداریم کدمی که نه صحبت وا میکنه. مثلا نمو من بوبوی لنگری نمی چوب نم خروز در اخشلخ ما مثال چی کی بوبوی لنگری دبر ما راست به مثال خدا با شکر یگم چی نیست دبر همین موجیرا هست اوخی چی در کدام یک کس در یک کس چیکارن اوخی نگاه که برادر جان این من بابا جانش شده است این هم جبرویا مقصد نه میشناسم که مقصد نه جمعه از دو این روز که سه همین کلمه صحبت داره اینجا صحبت کنیم برادر اینجا کتا کتا گپ زنیم سوال داشتم با سوالش جواب بگم. نه من خودم دو سه بار هجومات رفتگی میدونم تا خودم نه زکه میشناسم تا که سوال نیستم کنم سلامت باشی. نه خداوند شاید یکم سلامت باشه کسی بود اکای بوبو جان خداوند حفظ کنه برادر جان در جای باشی خودتون احتیاط کنی سربلند خانواده باشی دعا باش برادر جان خان. شما هم دعا باشید اکا تو برادر جان بیا ان شاء الله در خدمتیم. خب خب چم تو غم میدیم نه ندی تیلا میخری نه تیلا نه امروز در دومای خانون در برای میگرانتو قبول کردن چون که آمده 18 4 فویز فویز آمد در خبر دادن تمام مالش انشاءالله بچه چه غم دادی بچه جان من سخت غم دادی بس قطع خواه قبل زدیستم بیرون نگو نه از اکش بیام
برادران نمیدونم راستش من این مسئله دیپورت کردن چیکار کردن نکردن این مسئله درک ندارم. خب ماشین اکد میپرسید ماشین تویوتا کمری علیکم سلام و رحمت الله 2008 چی بگیم برآوردگیش انا تمام انا اینجا چی میگیره ایسا باسو بکشیه بوجه کم السلام علیکم بابا جون کای حجم میرین چند سوم چند سوم قطعی آیلم رفتن ما حج ماهی انشالله بعد چی میریم رفتن این برادرها وقتی خیرماچینی ندارم وقتی خیرماچینی انشالله اتاق اون پگا دیگر است دارم یک نفر دیگر در کارای انشالله روان میکنیم ای مسکو دامدید 200 نمره بطی برای ماشین گپ زنیم اما نمره 8808 که در روی اکران میبینی برادرها برای ماشین همه ای هر روزه ما چی میکنیم برای همه برای ماشین ما فقط همه میمونیم برادرها پگا انشالله افیر میکنیم 5-6 ماشین اخیر میگیریم در برای فروش میمونیم کدمت و دفعه اونمو اوپل زفیر را الحمدلله اوپل استرا را در افیر فروختیم سراز برادر 5000 شا پارتوف چیش کردیم залог شد درسترش پارتوف ماشین آمدیم 2 روز بعد چه آمد گرفت بردش 230,000 و 230,000 فروختیمش او دیگرش 222,000 فروختیم این تایگه داریم موزی اوپل استرا کاروان و یا خچیبک شای جوی سونگیریش 300,000 گفته دادیم автомат انا این خوندو سالیارس 580 گفته استیم خیلی با ارزون میشه یا تایگه 600 گفته استیم یک ماشین فولکسواگن کادش میگن و یا 900,000 گفته دادیم با چخچق میشه تویوتا را 1 میلیون گفته دادیم با چخچق میشه اینم خیلی دوستان سلام علیکم بچه‌ها دیچینو علیکم سلام بچه‌ها دیچینو در دیچینو ما الحمدلله 2.5 سال در یک فیرما گاو مال هم تایپای گاو توزه میکردم هم دیگه شگر گاو میجوشیدم من 2.5 سال در فیرما گاو مال کار کردم در دیچینو در فیرمای زردنکو همو گرمانسیان چی میگن او وقت کیا بودن اوکراینسا خخالا کار میکردن بعد دوباره حی کردن از دیگه کسو خریدیم شم خیلی در حج هیچی در کار نیست برادرام یا احرام میگیری تمام سلام علیکم باز برادرام با کارخونه را میرسم رقم میمونم به همون رقم زنگ بزنی چق چق میکنم خدمت سوال جواب درازی با کارخونه برسم با پیش بوی لنگریه لباس بوی گوی گاو میکنه آخی چی بگم که یمی یا بسیارش این الکس همو شاگردای همو اسم شریف هم بسیارش کیان متاسفانه اونجا دیگه چیز ما گفتگیم وای همون جاهایی که در همون سمیش محقوله همونجا را میگیرم میمونه هیچ گم نی انشالله که وقتی نمیرسه آدم با آدم میرسه بعد او وقت در لیتسو که همین گپا را زده میتونم او آدمی که بسیار همین قشب فهمه برادران شخصی که در اکرام بسیار زبانش درازه لیزید میکنه به سمیه یک است به آیله یک است به اهل بیت یک است به آبرو یک است ای پیش چونی نیست
در تجربه ما بسیار دیدیم الحمدلله بسیار دیدگیم. فهمیدی؟ در حیات ما بسیار دیدگیم برادر عزیز. من دورگاه میزنم پیش میام باید بخش میپرسن منو ببخش به خاطر خدا. حاجی ما را هیچ که شرمنده نکرد. ما پیش پروردگار شرمنده باشیم. من ویدیو نمیکنم رنگی و قانچق ویدیو کنم بمونم مونتاژ شانتاژ کنم. یک بار برای بوی گیگا بود چی بود من در دیگه تیم گاو زدم و یا خیس مونتاژ شانتاژ کرد در افیرش برمادم الحمدلله فکت دلیل یک نول شافیدمش 10 نول میگن. بعدی و اینا یا زنک یه تهمت کرد خطی بابای لنگری برمادم در افیر مردگوار وقتی که آدم گناهگار نیست بدونه که میبره ای ناموس خودش ای حقوق خودش مقصد زشت میکنه. من برمادم مردگوار گفتم ای برادر جان من گناهگار نیستم نمیخواد دکازاتش کردم اما بعضا می قانچق بس نکرده با مقوم لکام کرده شده چیش کردم تکشتم و ایوای خفه نمیشه آدم به عقل خفه میشه. من وای خیلی آدمی عاقل میشمردم والله قسم. من بسیار برنامه‌اش تماشا میکردم برنامه خوب میکرد. ای وقتی که با بابای لنگری رمضان چقشید با من چقشید خیلی بابا دیگر چقشید من وای گفتم که برادر جان اینا دو بار تو من ویدیو کاری چیکار کاری نکردی من که گناه نداشتم من در افیر شما برمدم گفتم برادر محمد شریف یا که اسم شریف صدقه نام محمدش کنه من چیکار کردم اینا در افیر تو برمدم من نمیخیل دکازش راست بگنوی در بابای لنگری برو برادر بگو دکازاتم کو وای عقلش نمیرسه متاسفانه خیال عاقلش میکرد نه که عقل نداشته عقل میداشت خیلی نمیکرد وای عقلش نمیرسه که اگر من در مثال میگم وای در اودیتور خودش من ویدیو میکنم پرام نه 100,000 دلار 300,000 دلار من میدونم میبرم مثال دیگه بابا جون دوست بابا جون ماشین میگم خیلی وقته که من در اودیتور وای میدرم در افیر زنده ژیوی بگناهی ما تصدیق میکنم فکت دلیل قطعی بدون که وای اودیتورش همین میشه قانچق بدانی وای مقصد چی میکنه معلوم میکنه بعد همون پاتش میگه بعد یا به عقل بدن. من برمادم من گفتم راست بگناهی بدرو در بابای لنگری همون چی خیلی در حق میگو تهمت کنه خطا اصلاح کو به تشویش بگوین همجا دکازات کردن نتونستم بدون تو اودیتور بابای لنگری ایخت کردی و هم خاطر تو نترس نه که نکرد همون قانچق برین هر چی گفتن گرفت و هم خاطر ما باوی کاری نداریم مردای دیگه من دو بار همچون مسلمان رفتم مردای بیا اینجا گپ زنم اما مثال گپ کی برای که بدرویان یک کس ایمن رکلامه بخره مثال گپ کی نمی یک کس حجامه داره برای که همه ایمن حجامه بخره یا که گرانی سر رکلامه میکنه اودیتور اینا نگاه منه پرسموتر خیلی است با هم خاطر زنگ میزنه مثال میگم اون بدبختی اسم شریف خدا هدایتش کنه میگه که من ترا هر ماه 100,000 یا 50,000 میتیم رکلام بزن برای که پرسموتر او رکلام را بخره یا برنامه کنه یا که مثلا اسلام یا گو و مال مقصد خیلی ویدیو میکرد هیچ که پرسموتر نمیگرفت باید مجبور میشه صورتی مقصد یزنشه ای لنگری بمونه ای من بمونه ای کی رمضان بمونه تو مردم گاو چی گپای بیاره یا فکت دلیل یا ویدیویی که میگه که مثلا به رکلام کدش من با رکلام یک کار ندارم اما باید سوء استفاده از یک صورت یا برادر نکنه از آبرو یک کس نکنه تو رکلام بزنه آیا همون لقمه همه حلال میشه این خودتون بفهمی اهلی فهم برادر قندی عزیز من والله قسم کارش ندارم من امروز آواز زنی کلیه ای کلیه هم بذاره ای زنی کلیه هم بذاره ای پدری کلیه هم ای همون سومه که در کلیه بود ای همه هم بذاره دوای و اینترس نیست برای که انسان اگر که وای آواز زنی کلیه را داشته باشه ما صورتاش و ویدیوهاش خیلی سوم دادگی ما داریم نه که کلیه گرچند در پس پنجره نسبت لیچ نه من سیمیه ما قرات کده حقیقت که نمیدونه من کلیه را کار ندارم من صورت در قهر صورت زنی وای نمیبرم فرزندی وای نمیبرم وای برادری من یک روز ان شاء الله در سر میخره یک سال 2 سال 3 سال بعد میفهمم بعد نگاه که این بابا جان مثال گپ این گپ اینو به یوتیوب گیرم مردم زنده ام جوان مرد بده که در همین قامت تهمتش کردم بازم همین خدمتش
چقدر مقصد در همین برادر مثال میگیم گپی بد زدم، نه زن ما برآور، نه فرزند من، نه پدرم، نه مادرش، همه خیب در دست من بود. نه در لنگرید بود، نه در رمضان بود، نه در اسیم شریف، نه در رستم کلی بدبخت، در هیچ کش نبود، دمان بود. برای پدرش در دست من بود، سوماش در دست من بودن، اویلش اینو در پیش من بودن. من میتونستم انا کلیه تشید، من خوردم هر روز یک تیمه میکردم. اما او مسلمانی وای برادری ما است. میگن ای آدمی که پس پنجره رفته ترمه، ای آدمی که مرده در درون گورستون خفه نشه پکه تا حالتی که نفهمی حالشه. حال مرده را در قیامت میفهمیم چی حال داشت یا خدمت بمبریم. حال ترمه بدگی خدا نشون هی در ترمه باشی بعد شاید در او ترمه یک دشمنی من در باری کلیه غلطیده که پیشترک رفتگی قواش زیادتر کلیه را تاو داده سوی گوشکوشه که بابا جان پروت گپ زن مثالی گپ با هم خاطر ای کلیه تا رو پرو نشینه. من این سوالا را سپراس نکنم نمیدونم. برای مثلا برادر میگه که همین گناه کردی خوردی نخوردی صدها میلیون مرده ها را رای میکنی یا را به نظر نمیگیرن. برادر این همین خیلی است. این همین مثال میگم که یک اویله را من خدمت میکنم سالهای درازا، هر سحر میرم گاو مالش رو که میکنم، که میده میکنم، شراب میبرم بگی میارم گاوش رو میجوشم. من خلاقی بفهمونم دو با چه خلاق نفهمم صغیر خلاق مادم همه خدمت چه میکنم. یا ابیتی میگه که بچه مثلا کک سگده میگه برای اون گاوای من بگی بر با پدره، یعنی که با اون که شراب. من میگم امروز من زندگیم اویلم کساله بچم کساله رفتن نمیتونم. همه او خوبی ها فراموش میشن. این چونین همین است، قانون زندگی همین است. با اون خاطر برادری عزیز دوستان مهربان خواهش میکنم بلاگرها التماس میکنم کسی هستی یا خدمت خش دورشی کلیه را بمونه به حال خودش، کلیه را حالش بمونه به خودش. والله قسم توش تو ویدیوهای ای کلیه در من هستی توش تو اولی اونجا شعر نویسه برادر ما خدا صبرش بده اونجا سخته ترمه سخته برادرو. به همون خاطر گفته است من صبر دارم نه که من خپم برای که هر یک ویدیویی که من برارم در هر یک احمقای پروتفون ویدیو منن یک کبای پلی کلیه خوردم قور برا هر یک ویدیوی برارم کلیه نه تنها 2 سال 3 سال بود دباوید میشوه چقرتا میروه هفت گوده که این کارش وزمینته میشوه. شاید یک ویدیوی من دیگه هم ترکنن که کلیه دیگه تلفن رو در دستش نتیان. با هم خاطر برادرات چیزی که در پیش منه والله قسم من نمیخوام. فهم خطير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. الله ما را بسنده کی چی میگه گفتم میگیرم. نه با سوال داشته باشه بگی. نه ما نکاح نمیکنیم اما برادرها هستن نکاح میکنه در کارخونه. خدا همه ما رو برای راست هدایت کنه. برادرای عزیز حاضر اینا ماشینا ما نشون تو میتیم اکا حاضر کوچ برم خوردنی گوشنه در جای گشنه اندری الکسیویچ در جای شما گشنه بیاین اینجا آشخونه بریم. اینجا بیا آشخونه 24 ساعته کار کنیم. این برادر از دو ماشینا ما نشون تو میتیم که پگاه یورو من افیر میکنم ان شاء الله. اینا ماشین من برادر این یختش این خونده سالیرس که واسه سواشت اومدم. این دیگرش اوپلاک مای اوپلاک سیاه چی میگن سبزی تا سیاه چطابه автоматай о унаужаш мошини агар дидаи надида соди Volkswagen Caddy теош таша саҳарӣ меёран у чи хонда салиари сигариша саҳарӣ меёран иншаллоҳ. ибн Сино хови чӣ дорам дӯстон каю гуфт чӣ гуфтааст намедонам охо ма кайба биёед ами эфир бидурориш лубойша биёед ами эфир бидурорӣ қачи чақчақ кунам акамада коргар дар кор дар дет чино чӣ коргар дар кор Исроил Ҳасанов.
عجل حضور پگاه داشتم پگاه امروز هم آی فیدم شتم شو هوز دیگه من یا گفتی همی اسماعیل گفتی اسماعیل یک لامکا ایدا هم ندارم چه خیلی میشم یک اینه بابا لنگره یک مساج کیسه اوه یک اینه برادر عزیز اکلوزو بابا ملو همه بار مور تپیدگی سلام میگن 73 کس اینه برادر همه دارو پرو داریم اینجا کیه؟ اینجا نماز خونده هستین اینجا جای حجاممون برادر خیلی بچه ها نماز خونده هستین شیشتن اینجا سلام دیگه آزی گیجو رفت کسی اکا جای کار آمدم جای کار بابی جان ده ما دعا کن خداوند دشمنان ما هدایت کنه که خوزی با کجا رفت بیام مترو لوبلینا هم جای کارخونه من بیا کراسنودرسکی 66 корпус 2 ما چی پیتر ده خارجی اسماعیل کتی کتاب میخویم اسماعیل السلام علیکم اسماعیل السلام علیکم صبر دل ای صبر دل راسلاب کخته راسلاب سه کیه کارز جون مادر خونه بردم در خونه دم بگیرم خب برای خراب شوی دارو هست بله دارو بسیارن چای قاق بسیارن این دی اوکس میگن چی میگن دارو خودش کلون نباشه چی کلونش این برای خراب شوی برای کلون شوی هسته نه نه رب گفت لنگر داد گفت بشه هی اکا وجود نه بجون رب گفت داد بشه وای همون بابای لنگری از چیکن انشالله می آورد همه ایوب بچه خیلی همه افیر بروریم ایوب چیه هم خیلی همه وای نمیاد کو بیامو اکا ایوبا که هم برادر یا با فیروت کنه دمی افیر خود خاطر ما چق چق کنم وای نمیاد بیا انشالله ها نه بابی جان من به اجازت نفکام سلوچی بابی جان بابی جان با هیچ محل هیچ وجه شما همه حرمت عزت نسبت خودت میدونی یک کاری ندارم بخواه بگم ادریس قیوم کیه حرام خورو با پیش نوشتگی چی ادریس قایم عروس شبه عروس ته بزیمه اوه کی جیگی جیگیش منی همه دفش ایجا جای تو نیست اکه بابا جان پگاه مای دندان کنی کجا برم تا پیش بفرش بیام مای نمیتونم اون همون کی روی اکران در چشم موندگی هم کو در همون نمبر موندگی برادر جانو در همجا بدروی اکه دستاب کن میکنی پیتر ده آخوام پیتر ده با واسطه پشته یا که زدگ روی میکنیم آخه میگه دختر جان سیرا جان کلوچت میتیم چیکار میکنی برادر جان ای کلوچ سوم کار نکنی نمیدونم برادر آخه چیکار سکنیم خوب برادر این من برای چی همه یک کسی در من معقول نباشه نخواهمش ندونمش یزنم نباشه طرفش نمیرم کارش ندارم آخه همین نمیفوره تو حرام خوریم حتی بدبخت اپیری من گیه چه تا خوردنی میوی گوش همچه گومش که انشالله در دست میخوره این همین رقم 93 93 زنگ زنین 937 733 93 93 انشالله زکاس کنی همه رایت میکنه حاجی بابای لنگری سلام گوی سلام میگه علی بابا خانم سلام علیک سلام
مساج گرفته است بابای لنگری. ای الله وخی. خب اکا جون خانه در کوسمین اویل. خواندن در کو کجا دمای چی کجا دمای دوزای میکوبون نمیگم بعد آخه چیکار کنم در تاکسی روی آخه برادر بامداد شد آخه یا چی بفهمن ای بامداد ای مسلمان سلام بگوش باشه سلام میگم امیر خدمتم برادر هر چی گم نزنی اکمم پلوس ماست چانس می ام پلوس چانس می 1000 روبل با ارزون میشه یا سلام با بچهای راحتی سنت پترزبورگ علیکم سلام برادر سنت پترزبورگ که بابا جان رحمت شما در بالا سلامت باشه خیلی نیازه 1000 رحمت سلامت باشی سلامت باشی السلام علیکم چیگه باش چخ داریم یک لحظه وقت میشه بعد بچه‌ها میگن کسیش بداره قچو چخ میکنیم ان شاء الله زبی الله سلامت باشی برادر کوارتیر در کور اکا جون ما سمین کتی کودکا ای مسکا باشه خوب میشه یک دستگیری کنه برادرها کدمید اگر کوارتیر میسپارین برادرها نوشته است از برای خود کمک کنید کامنتر کجا کرده میخونید کامنتر جدا کرده میخونید نه کامران موسی برادر بخش اگر نخونده باشم اسپید نمیکنی یا کامنتر مرا خون چی نوشته کامران موسی فاکو بکنیم با خیلی با تکرار بنویسته شد 5 چیلیکی منو بریدگی اند تا آخر محکم نشیدن یگان مز هسته که محکم شوه هسته همتری مز داریم کدمی 5 چیلیک شبردین گوشتاش محکم است برای محکم کردن داریم یگان چیز مز یاره کرده مرد محکم کردن برای نه هم یاره ها را میگه محکم کردن برای پای بریدگی نه نداریم برادر جون در لونی چیزی مونده چی گپ باشه در لونی سیادونه محکم اکا با والای قسم صبری تو سلامت باشی اسلام اکا بابا جان برای کسلی قند دارو دارین مادرم کسل قندشون پس نمیشه یگان دارو باشه برام اکا من در مترو ریچینسک وокزال داریم برای کسلی قند بله هست برادر جون هست برای کسلی قند بی صاحب خانه های کردگی در یک چای خانه خواهیم اگر باشه یک خدمت میکرده مهینه بانو نویسته است خواهر مهربان که بیا بچه جون اگر که هیچی نگونش بیا رومشون بگیرش در پوش نروا تای پولیش بچه هم اوتر شما میجاقه اکه بودن یک دورو برای دخترچه 6 ساله گپ نمیزنید دوره چیه نویسید میرم نصیب سلام انشاءالله در خدمتیم همه داریم ایشش نبیار سلام علیکم نه بالو چی بالو چی نه امید علیکم سلام بچه خوب نیست نه خوب نیست یک خواهر در کوچه خواب در قطعی سیمیش حیش کرده خزین وضعیت اختون میدونه یگون کس کوارتیر از زیادی داشته باشه یگون کمنت اگر نه برای خواهر جان نویسه سودم جا نویسیده من بگم
برای مخصوص صاحب خانه شاه هست یگان کس در مترو کوزمینکا در رستورانی پامیر ها خوابیم 2 روز شید دخترچه گپ نمیزنه یگان دوره نه برای گپ نزدن فقط یا دعاش بخونه یگان بالنسه نشونش دیگری نیست بچه ها در مترو کوزمینکا در متروی بچه های پامیری یک خواهر چه نوشته شده که خوابیم 2 روز ای به کوارترگی اگز برای خدا کدنی باشه برادرو خبر کنی کوارتر برای بیستن خواهر خطی سیمیش میشوی تریم میتو خزین پاتو یکی ایرس تاو میخره سرش میگیره چکا میکنه کشی چیدیم майми к сожалению я не понимаю что вы пишете я либо по-русски пишите либо по-таджикски اوسش گفتم هم افیدم حالا من اقام میتونم چون میکنی؟ نه وقت جو باید شفت Здравствуйте, салам алейкум. Национальности я таджик. Алхамдулилlah. من 2 روز پیش کاگو حاجی و رفتگاه من مخلص شدی شمریانم سلام رستون گفتن یعنی علیکم السلام سلام حاجی жилетка دوره بله هسته کامنته در پسیولوگ رزویلکا خانه های زمین دیتش 23,000 متر خواهرجان این همچه نفسه سوده بیلال تیوی التماس یک دستگیری کنید این همچه نوشته شده چی باشه بیلال تیوی خواهرجان راضی باشیم از من مدیاتورش بمونم مدیاتور میگن نامراش نوشته زنگشون زنید سلام علیکم брат вчера узнали про стрим но не понял про что стрим какой стрим я тоже не понимаю про что вы говорите я не понимаю стрим про эфир вы говорите брат Тишка говорит про эфир говорит мы каждый день стараемся эфир делать показывать свои лекарства мы какие лекарства продаем что занимаемся вот так комната дар ковро 20,000 این همجا خواهرجان بسیار هستم ممبر یک کاری مردکی کنیک چی کپا کلان یک مردک یک حیات لایک میگی آخی شاه منصور آخی بسولی همین یک گپ بگم هم شاه منصور برادر این یارو نمیفهمن یارو فهم گفتم برادر ادیبک فهموندن در کار برادر عزیز شیر خدا یک مردک کلان من باید برم یک کنوج بگیرم یک کدمن بگیرم یک لپوتکا بگیرم شپاکلوکا کنم چقری بکنم همه یک کار نه آخی این بیزنس هم کارم همین کار از آخی همین دارو هم میخرم 500 روبل میام میفروشمش 1000 روبل همین میشم هم کار آخی سبحان الله چیو نمیفهمی چو کرنی زو بساز من بساز نه اوشم خیدم اونم خیدم نمیشم مساج بدن خورم مساج کنم اولاوی شما برادرها کامنته برای خواهرجان نمیشته یگان خانه باشه نمیفهمید دیگه میگی ای اکا گوشون نکن توکلشون بخیر نه برادرها چون باید ما گوشون کنیم یورا فهموندن در کار متاسفانه نمیفهمن شو خیال بنه رسی آمدی کار فقط همون سپاکلوک استرویکای نه باید ما این آشخانه بسازیم یک از سرتراشخانه بسازه یک از بالنیسه بسازه آیسته همین چیزی که در تاجیکستان هم بکشیم بیاریم تا که مردم هم کارهای غشت از کارمون جزیره که برادرها با سخشون هست اساسا بروین چند کسی خواهرجان اویلوی حاجی دندان ده چسبونده نه ولی نه از کسش کردیم میارن میبندنش میدوزنش دندان آخه بابا جان لایک لایک نمونه غم نتی 5 کودک زن شوهر یک زن شوهر با 5 کودک با 5 کودک زن شوهر بدین خواهش میکنیم یگان کوارتیر باشه بچه ها نرسه بیا اندری الکسیویچ بیا در فیلم
ایکیشو ببینی که خشوره Bobby چی کنم دادش یورا Вай, хак, вечером, а как что продаешь? Я продаю, показать вам, я продаю, давай, что я продаю. Я вообще-то занимаюсь хиджама. Я хиджамист, массаж, салон массажа у нас есть. Вот. Продаю от банки хиджама. Вода замзам. Вот черный тимин, мед, хильба, шампунь, карани, вот дезодорант, уксус яблочный, вот эпидемия паста для воспаления, эмпилус, трибулс, для, как называется, детей, варан умра для, вот это здоровье еще, как называется, для что? Для всех заболеваний, хильба, для почки, тиква, еще что, черный тимин масло, манталин для вот почки, для колена, еще каран, для похудения, для вес набирает, зубной паста, вот еще что. Вот много-много чего. Исламский магазин. Здесь коврики есть для намаза. Вот видите, несколько разных. Вот так. Здесь вода. Здесь реклама делаем. Хиджама тоже на Таджикистан. Это наш брат. Вот для пересечения границы. Еще что? Вот там мусор. Что еще вам показать? Я думаю, все показал. Вот так. Хлеб кушаем. А еще я не показал внутрь. Я тоже покажу. Вот показать. Вот бочки, фитобочка. Вот так хиджама. Бободжон 88. Вот так. Ой, همین کپکه های заказное ай کجا میگیری آدرسش شگو یا مترو لوبلینو برادری از این майдак شوک ببینم 200 روبل خریدم 250 روبل در لوبلینو در دیم اتاج در لینی گیبت بیبت بیزیبت ایتانه در اینجا چور вообще همین خب я думаю все вопросы ответил никого больше нету как говорится спокойной ночи خیزه نمازات خونه در نمازات در حق ما دعا کنی берегите себя не болейте السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دندان منم به پول Акай желаю удачи в деле и светлого пути Аллаха. Спасибо большое. И кепка tu фаршивия. Лайк 88 я чи ник лайк میگی یا بار نگفتی که لایک من پناه تو بخدا گپای به معنی بسیار شد